درود و مهر، خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. دوستان گلم، امروز اومدم با موضوع یا نیت این که اونی که دوستش دارم کی وارد زندگی من میشه، کی به من پیشنهاد میده و حس واقعیش چیه. آیا میاد، نمیاد، منتظرش بمونم یا نمونم. یه جورهایی همون فال کراش خودمون هستش. پس بیایید که به این فردی که دوستش داریم فکر کنیم، اسمش رو 3 مرتبه در ذهن و قلبمون بیان کنیم و بریم سراغ ویدیومون. امروز براتون فال قهوه آوردم همراه با کارت ها. ببینیم که این شخص بزرگوار، این از خدا بیخبر، ببینیم که جریانش چی هستش. به قول معروف این خدا زده، ببینیم جریانش چی هستش. خب دوستان گلم، انرژی هاتون رو ارسال کنید، کد 111 رو پیام کنید، کامنت کنید. من کارت ها رو میکشم و میریم سراغ ریدینگ. به این کارت ها انرژی بدید. کارت های مدیوم شیپ، کارت های پر از چیزهای ماورا طبیعه. همسوشیم با من. بسم الله الرحمن. من کارت ها رو چه کارت قشنگی اومد. کارت ها رو میکشم دوستان. اصلا خیلی در کارت های قشنگی در میاد. خیلی گرد میکشم که قشنگ به ما بگه که منظورش از این قهوه و چیزهایی که داخل قهوه افتاده چی هستش. خب این از کارت ها. حالا میخوام که یه مقدار اینجا رو تطهیر کنیم که به ما بیشتر الهامات برسه. حاضری؟ امیدوارم که حاضر باشی. من اول یه مقدار میبینم اینجا ریخته. خب اینجا یک فردی ایستاده و این فرد داخلش روشن هست و منتظر هست. بعد اینجا خیلی بچه ها کم رنگ افتاده. اینجا هم یک صورت افتاده، خب که بالاش حالت خیال پردازی هست. نشون میده که این فرد به شما فکر میکنه ولی شما منتظرش هستید. ببینید این شخص بس داره، ببینید این آدمه، این بالاش یه مقدار کم رنگه، ببینید نشسته داره فکر میکنه به شما و شما ایستادید. خب بیاییم ببینیم که تو فال قهوه‌تون چی هستش. این فال قهوه‌تون، خب بچه های عزیزم، نوشته، میگه نوشته. چیزی که اینجا هست برای کسایی که طرف مقابلشون حرف نون داره، نون، م، عین، یه حالت 3 یا تشدید و بچه حالا این اف بالاش هم قلبه. میبینید اف بالاش هم قلبه. این حروف اسمی که بهتون گفتم اینا بچه مستثنا هستن، خب که اینجا افتاده. میگه این افرادی که کراششون این حروف اسمی رو داره، خصوصا
اف عزیزمون براش این رو انداخته که طرف دوست داره، بهت فکر میکنه و داره رویا پردازی میکنه. چرا میگم رویا پردازی؟ طبق نشونه که اون طرف دیدیم داره بهت رویا پردازی میکنه، داره بهت فکر میکنه و یک عدد 4 انداخته که میگه 4 وعده آینده این شخص میاد باد. اینجا یک علامت تلفن هست، باد یا تلفنی صحبت میکنه یا اینکه مکالمه رو خواهد داشت. بچه یک اسم حمید به وضوح، ببینید حمید به وضوح افتاده. کسایی که طرف مقابلشون حمید هست یا خودتون حمید هستید، ببینید براتون افتاده که اگه نظری داشتی، نیازی داشتی یا شمتراپی انجام دادی، داره میگه برای حمید نام یا حمید طرف مقابلش هست راه به زودی زودتر از اون 4 وعده‌ای که گفتم باز میشه و طرف تا تقریبا 1 الی 2 وعده آینده به شما میاد پیشنهاد میده. اون 4 وعده تماس بود بچه، تماس تلفنی بود. پس این رو در جریان باشید که من گفتم داره تماس میگیره. ببینید فکر و افکارش خیلی زیاده و بعضی از شماها دوستان گلم یه تعدادیتون رقیب دارید. من اینو میدونید که رقیب وجود داره. شماهایی که میدونید رقیب وجود داره یا کسی هست در زندگی کراشتون، بهتون میخوام مژدگونی رو اول بدید. میخوام بهتون اینو بگم، این سورپرایز رو دارم که طرف پوچ میشه تا چند وعده، تا 6 وعده آینده پوچ میشه. بچه های عزیزم، کسایی که روی این ویدیو نیت کردین خیلی براتون خوب انداخته، یعنی 90%، حالا ما زیاد نگیم 80% به بالا همگی شما کراشتون بهتون تلفنی یا بقولن حضوری میاد به شما پیشنهاد میده. خب ببینید دوستان عزیزم، داره میگه که شخصی که مهرماهی هست، مهرماهی های عزیزم، اونا هم من میبینم که ببینید مهر بالاش قلبه. داره میگه اگه مهرماهی یا خودت مهرماهی هستی 100% این اتفاق میفته. بسیار دوستت داره، داره بهت فکر میکنه، احساس میکنه که داره از دستت میده. مهرماهی، شهریور ماهی و فروردین ماهی، این 3 ماه مستثنا هستن که طرف بسیار شما رو در دل و ذهنش داره، بسیار اینقدر فکر میکنه که چجوری بیاد، چی کار کنه، چجوری پیشنهاد بده. یه مقداری بچه این پدرتون در میاد تا بیاد پیشنهاد بده، یعنی اینقدر این عشق شعله‌ور میشه اون موقع دیگه یهویی به هم میخورید، جرقه میزنید، یعنی با هم صحبت میکنید، یهویی با هم دیگه به این نتیجه میرسید که با هم حرف بزنید، نه کسی بیاد بهتون پیشنهاد بده. در اصل هر دوی شما به هم پیشنهاد میدید. من میبینم ببینید طرف مقابل خیلی به شما وفاداره. ببینید اگه اینجا رو ببینید 2 تا پیکر هست و اون فرد وسط هستش. بچه یه تعدادتون طرف مقابلتون بین 2 نفر گیر کرده، یعنی بین شما و طرف مقابل. این رقیبی که قبلش گفتم برای کسایی بود که رقیب رو میدونن، مثلا طرف دوست دختر دوست پسر داره، ولی این شخص بین 2 نفر مونده به کی پیشنهاد بده. خب و اینجا بچه ها من دارم میبینم این شخص به کسی که حروف اسمی، ببینید خودتون چه حروف اسمی دارید، ب، ی، ت داره، غ داره، پیشنهاد میده. کسی که بین 2 نفر
افتاده. گفتم بیشتر 80% شماها بچه‌ها طرف مقابلتون بهتون پیشنهاد میده. بچه‌هایی که کراشتون رو نیت کردید، ببینید اینجا رو خوشحالتون کنم. ببینید دست تو دست، نگید مژگان دروغ میگه. ببینید دستاتون رو دوربین تو نخوره، دستاتون رو به هم میدید، دست تو دست با هم میرید که سرنوشتتون رو بسازید. این رابطه بسیار رابطه ای هستش که بالا پایین ببینید زیاد داره، بالا پایین زیاد داره، خصوصا برای ببینید شهریور ماهی ها و کسایی که حروف اسمی ت، ن، ش، ه دارن. بسیار این اتفاق به سرعت میافته ولی خیلی بالا پایین داره و کسایی که این حروف اسمی رو دارن، طرف مقابل اون آقا بهشون پیشنهاد میده. بچه اینجا رو ببینید نوشته غربت نیست، غم، غبط، همچین چیزیه. نمیتونم درست بخونمش ولی یه ق داره، یه حالت بمانند داره، یه ت آخر داره. حالا شاید این حروف اسمی باشه، ببینید یعنی حروف اسمی که نمیدونم حالا منظورش یعنی شما غم غصه میخورید یه تایمی و بعدش طرف مثلا میاد. ببینید یه تعدادی تو من میبینم چش انتظاریتون خیلی طولانی میشه. چرا؟ چون اینو که نوشته، حالا ما مثلا میتونیم غم بخونیمش چون اولش غمه، بعد من نمیدونم یه طعم انداخته، قشنگ مغزم یاری نمیکنه چی کلمه‌ای هستش و بعد یه دختر خانومی نشسته. یه تعدادی تو بچه خیلی منتظر موندید یا اینکه تو غربتید، یعنی دوتایی تو دو جای متفاوت هستید و خیلی منتظر موندید که طرف یاد بهتون پیشنهاد بده. شما هنوز باید منتظر بمونید. ببینید چرا؟ چون طرف مقابل خوشش میاد از شما ولی هنوز نگاهش به دیگران هستش، میخواد بیاد. ببینید مسیر داره میاد سمت شما ولی نگاهش به پشترش یا فردی دیگر هستش. خب متوجه شدید منظورم چی هست؟ کسایی که شمع روشن کردین تو 2 وعده گذشته یا اینکه شمع قرار هست روشن کنید در 2 وعده آینده، شمع نه همینجا خودتون روشن کنید، مثلا شمع تراپی انجام بدید، داره میگه که طرف مقابل خیلی سریعتر میاد به شما پیشنهاد میده، جوری که واقعا شما رو سورپرایز میکنه، از یک حرف زدن معمولی به دور هستش. بچه ببینید یه نم انداخته. خب یه نم انداخته. حالا چرا نه انداخته؟ ما ببینیم برای چیا نه انداخته. خب ببینید این تقریبا میفته زیر همون دختر خانم، ولی در کل نه که انداخته نه مطلق نیست، داره نه رو میندازه ولی بالاش هم قلب انداخته. ببینید انگار 2 نفر وایسادن یه قلبم وسطشونه. خب دوستان عزیزم، یه تعدادیتون ممکنه خواب یکی از نیاکانتون یا فوت شده هاتون یا خواب یک شهیدی رو ببینید. کسایی که همچین خوابی رو میبینن آینده خیلی روشنی با کراششون هست خواهد بود. دوستان عزیزم ببینید بچه ها، شما کسایی که خیلی چش انتظار طرفتون بودیم، مثلا الان به سال کشیده، خب بیشتر از 1 سال یا بیشتر از 7-8 ماه شده، من به شما توصیه میکنم هم شمع تراپی انجام بدید، هم این که ذهنتون رو قیچی کنید، یعنی تا میایید به طرف فکر کنید ذهنتون رو مشغول چیزی دیگه کنید. چرا؟ چون این اتفاق میفته که طرف زودتر بیاد سمتتون و این نه برطرف بشه، این سنگینیه برطرف بشه. خب
بچه‌هایی که ببینید یه تعدادیتون من میبینم تو چند وقت آینده با کراشتون یک حالت مسافرت یا جشن خواهید رفت و این اتفاق ممکنه تو ببینید عدد 7 بالای سرش انداخته، تو 7 وعده آینده مثلا اتفاق بیفته، توی یه جشنی، توی یک جشن، رقص، تولد، عروسی، جایی مثلا که شما برید که راشتونم بیاد و اونجا دیگه تیر آخر رو شما میزنید، طرف رو خیلی جذب خودتون میکنید، بسیار شدید طرف مقابل رو جذب خودتون میکنید. خب کراشی های عزیزم، بچه هایی که حالت شهرشون دریا داره، بچه ها خب دریا، کشتی، همچین مسائلی رو داره، خب ببینید کراش شما رو میخواد، ولی انگار با یک فردی که قد تقریبا نشسته تر یا کوتاه‌تر از شما رو داره مشورت کرده، حالا ممکنه دوست شما باشه و اون یه مقداری ته دلش رو خالی کرده. پس اگه میدونید کیه متوجه باشید که همچین اتفاقی افتاده. خب ببینیم دیگه چیزی میبینیم. البته تو ویدیو خود منم استرس میگیرم. بچه‌هایی که میخوایم ببینیم که مثلا کسی که دوستتون داره که میاد، ویدیو قبلی رو ببینید. این کسی که شما دوستش دارید، خب اون کسی که شما رو خیلی دوست داره و وارد زندگی شما میشه، میتونید برید ویدیوهای روز قبل رو نگاه کنید، ببینید که چه شخصی شما رو دوست داره و چه وعده‌ای میاد. اگه کراش ندارید یا کراش دارید، دیگه خیلی چشم انتظار موندین و میدونید ته دلتون فعلا حالا اتفاق نمیافته. میتونید برید ببینید اونجا آیا حرف از کراشتون هست نیست و به چه صورت هستش. خب بچه هایی که یه، ر، ای، حالا یه میتونه باشه، ای میتونه باشه، ر، اینها یه مقداری بچه سنگینی براتون افتاده. نه این شخص، بلکه شما تو هر رابطه‌ای که برید دوچار کاتی های مداوم میشید یا دوچار سردی میشید. پس حواستون باشه که حتما برید خودتون رو چک کنید، بررسی کنید، ببینید چاکراتون بسته است، چه چیزی مشکل داره که اون رو حل و فصل کنید. خب دیگه بچه‌هایی که خودتون میخواید پیشنهاد بدین یا پیامی بدید یا نامه‌ای به طرفتون بدید، ببینید میگه که فعلا به طور واضح این کار رو انجام نده، به طور واضح بهش نگو، ولی خب پیام تو بده، نامه تو بده. خصوصا کسایی که محمد طرف مقابلتونه یا خودتون اسمتون محمد هستش یا 3 نقطه دارید. بچه من نمیدونم، یه عده‌تون عمه، خاله، انگار یه شخصی رو واسطه میکنید، یه خانومی رو به عنوان قوم و خویش، عمه، خاله، البته اینجا عمه زده، عمه، خاله کسی رو واسطه میکنه با طرف بره صحبت کنه. خب این کار شما بد نیست، ولی انجام ندید بهتره. اگه آقا هستید و میخواین این حرکت رو بزنید، این کار رو انجام ندید بچه بهتر هستش. خب یه تعدادیتون بچه ممکن طرف مقابلتون
حالا بچه داشته باشه یا تو خودتون میدونید که مثلا توی رابطه دیگه هستش. اگه تو رابطه دیگه هستش که گفتم پوچ شدن داره، اگه فرزندی رو داره بچه ها، اگه یک بچه وجود داره، این شخص مثلا بچه داره و شما روش کراش زدین، خوشتون اومده از وجناتش، این شخص یک پیشنهادی رو میده که منباب رابطه نیست، منباب موضوع دیگه است. مثلا که برای شما کار پیدا کنه یا پولی رو به شما قرض بده یا اینکه خونه ای رو برای شما پیدا کنه. این شخص میخواد که ببینه که شما نسبت به این مسائل که یه نفر بیاد به شما همچین وعده ای رو بده چجوری رفتار میکنه. پس حواستون باشه که در ابتدا راحت قبول نکنید، یک مقدار ناز کنید و بعدش نه اینکه حالا جواب رد بدید، نه اون که جواب مثبت بدید، با دست پس بزنید، با پا پیش بکشید و به این صورت برید جلو. و بچه ها یه چیزی هم من اینجا ببینم نوشته نمک، طرفتون رو نمکگیر کنید 100% و این کار واقعا جواب میده. مثلا غذایی چیزی براش درست کنید که متوجه مهر و محبت شما بشه. و جالب اینجا هست، اینجا نوشته thank you، یعنی تشکر کردن از این عشق، از این محبتی که شما دارید. و اینجا هم یه جا نوشته تشکر. حالا من از چشم یه لحظه خط خورد ولی دیدمش، خواستم به شما یه لحظه ببینمش، پیداش کنم به شما نشونش بدم. اگه از چشم یه لحظه خط خورد، اون لحظه دیدمش ولی الان دیگه انگار نمیبینمش. ولی اینجا هم زده بود تشکر. پس حواستون باشه بچه، با این کار میتونید یه مقدار محبت خودتون رو به طرف ابراز کنید، طرف مقابلتون رو به دست بیارید. خب کسایی که بچه ها ببینید هی دو چشم یا همت اسمشونه یا هی دو چشمی ته، اینها هم بچه ها براشون خوب افتاده، طرف خودش با پای خودش میاد سمتتون. کسایی که اسم مادرتون اسمت هست بچه‌هایی که اسم مامانتون اسمت هست بچه، طرف خوشش میاد از شما رو دوست داره، ولی متاسفانه یک آقای قد بلند شونه های پر یه مقدار برای شما کرس و دعا کرده. باید اینو ابطال کنید، باطل کنید تا یه مقداری از این سنگینی کاسته بشه. خب در کل یک مسیری رو شما با کراشتون خواهید رفت و حتی بچه برای یه تعدادی تو ازدواج افتاده. چرا این حرف رو میزنم؟ چون کلمه همسر اون پایین افتاده بچه، حتی اینجا هم هست یه حالت همسر. ازدواج کردن برای یه تعدادی تو با کراشتون هست. حالا من میخوام حروف اسمی که مستثنا هستن اینجا افتاده بهتون بگم. الف زیاد افتاده، الف میتونه ای هم باشه، مثلا کسایی که الف دارن، ا دارن، خب عین ا، نون دارن، اینها مستثنا هستن. حالا بقیه نمیدونم. خب محمد نام ها هم که بچه خیلی عشق و عاشقی و قلبی براتون میبینم. خب ببینید اینجا داره چی به شما میگه که طرف به شما فکر میکنه، میخواد بیاد سمت، واقعا احساس میکنه که سولمیت شما هست، میتونه از نظر روحی با شما ارتباط بگیره، احتمال داره که شما رو تو خوابش ببینه. اگه شما رو تو خوابش ببینه 100% شما هم اون رو در خوابتون میبینید.
لاف بچه ها اینجا قشنگ نوشته لاف. خب دوست داشتن و عشق دو طرفه هست تو این کراش شما و واقعا طرف شکرگزاره از اینکه شما تو زندگیش ورود کردین و میتونه از نظر روحی با شما ارتباط بگیره، از نظر روحی، روانی، فکری میتونه قشنگ با شما ارتباط بگیره. خیلی چیزهای شما رو اصلا یه جورایی انگار شما رو خیلی وقت میشناسه، به خصوص بالعکس شما انگار طرفتون رو اصلا سالهاست میشناسین، علایقش رو میدونید، انگار مثلا خوابش رو دیدید یا اینکه سالها پیش مثلا میدونستین همچین فردی هست با همچین خصوصیاتی. واقعا شادین، واقعا خوشحالین با اینکه شاید حتی به هم پیشنهاد ندین، با فکر کردن به هم شاد و خوشحال هستین. ولی 100% گفتم کسایی که روی این ویدیو نیت کردین و این خصوصیات رو دارید 100% با هم وارد رابطه میشین و در مورد رابطتون صحبت میکنید. ولی بچه ها یه تعدادیتون شما باید یه قدمای با سیاستی رو بذارید، مثلا سورپرایزی کنید، تولدی، جایی مثلا یه جورای خودتون رو بیشتر سعی کنید که این شخص ببینه، یا نمیدونم حالا چه جوری، مثلا جشن و اینجور چیزا یا غذای چیزی درست کنید، اون مهر و محبتتون رو بر بعضیاتون نشون بدید. در کل این شخص از نظر روحی خیلی به شما وصله، یعنی قشنگ میدونه شما از نظر روحی چه زمانی شادید، چه زمانی دارید بازی میکنید شاد بودن رو و چه زمانی واقعا قصه دارید. طرف مقابلم واقعا دوست داره که شما رو سورپرایز کنه، بیاد سمت شما. یه مقداری بچه خب هم میترسه، هم این که نمیخواد شما رو از دست بده، میترسه مثلا بیاد پیشنهاد بده شما جواب رد بدید، یا این که فعلا نمیخواد. مثلا بعضی وقتا میگن وقتی آدم وارد رابطه میشه مشکلاتش بیشتر میشه، بخاطر همین میترسه اونجوری بشه و شما رو از دست بده. ولی قطعا این رابطه، این کانکشن، این ارتباط بیشتر میشه. و چی گفتم؟ خارجی صحبت کرد یه لحظه، شاید اصلا چی گفتم یهویی این کلمه اومد تو ذهنم. ببین یهویی این ارتباط برقرار میشه، هر روز بیشتر میشه. خب شاید طرف مقابل اول مثلا شما فکر کنید شما رو نادیده گرفته، ولی از نظر ذهنی و روحی واقعا داره به شما فکر میکنم و انرژی میده. کسایی که باز میگم مدت طولانی هست به طرفتون فکر میکنید و میبینیدش و دوست دارید بهتون پیشنهاد بده، اولا که یه سری از این کارها رو انجام بده. اگه دیدید طرف بازم خیلی داره طول میکشه که به شما پیشنهاد بده، بررسی کنید شاید یک مشکلی داشته باشه از نظر متافیزیکه. اگه از نظر چاکرایی و متافیزیک هم باز مشکلی نبود و باز هرچی صبر میکنید که طرف بهتون پیشنهاد بده پیشنهاد نمیده، بدونید که این شخص فقط اومده که به شما آرامشی رو بده، یا کائنات یک نشونه‌ای برای شما دارن، یک آگاهی برای شما دارن، فقط من باب ارتباط و رابطه نیستش. خب که فکر میکنم حروفی رو گفتم که براتون یه مقدار نه افتاده بود. ولی در کل بچه‌ها کسایی که روی این فال نیت کردی خالصانه و واقعا طرفتون رو میشناسید، خیلیاتون شاید خوابش و رویاش رو دیدید، بهتون قول میدم بیش از 80% شما وارد رابطه میشید و بیش از 50%، حالا ما نگیم 50%، 40% شماها احتمال ازدواجتون خیلی بالا هستش. پس از این عشق، از این کراش لذت ببرید و انرژی مثبت به خودتون بدید. امیدوارم که دوستان عزیزم این ویدیو رو هم دوست داشته باشین، با لایکات و خستگی من رو درک
کنید. منو واقعا این خستگی که در میشه لایکاتون رو میبینم کیف میکنم. پس لایک کنید حداقل به خاطر اینکه یه مقداری از این خستگی من کم بشه و منم خوشحال بشم و این خوشحالی در زندگی همه ما جاری باشه و موندگار. امیدوارم که هر جای دنیا هستین خوشحال و شاد باشین. خدا نگهدار.